بخشیده به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی و سالهای رشد صنعت در تالار دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان عاصمی در شهر خوجند کنفرانسیه در موضوع دستاوردهای ساحه صنعت سبک در شرایط اندستریالی اینوواسیونی برگزار گردید. در کار کنفرانسیه معاون رئیس ولایت، استادان و دانشجویان دانشکده اینچنین نمایندگان کارخانه‌های صنعتی ولایت شرکت ورزیدند. نخست اشتراکچیان از دستاوردهای علمی تحقیقاتی و اختراعات استادان و دانشجویان شناس شدند. همچنین نمونه لباس‌ها و محصول دست کار دانشجویان به نمایش گذاشته شده بود. قید گردید که الحال در دانشکده بیش از 40 آزمایشگاه موجود بوده در سمت تحلیل و اختراعکاری فعالیت نظارت دارند. هر سال سلسله دستگاه‌های نو، دستگاه‌های آزمایشی، اسباب‌های فیزیکی به دانشکده وارد شده ایستادند از طرف وزارت معارف که به واسطه از طرف ما آموزگاران در روندهای درس‌های لابراتوری از ساحه فیزیک، از ساحه انرژتیک، الکترونیک، اتوماتیک، در ساحه فیزیکی ساختمان، فیزیک معماری پر استفاده برده می شود و این به ما امکانیت می‌دهد که ساحه صنعتی تاجیکستان را از درجه‌های موجوده به درجه‌های خیلی بلند برداریم. در کنفرانسیه معاون رئیس ولایت بابت هدف 4 ملی صنعت کنونی با صورت کشور سخنرانی نموده قید کرد که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سالهای 2022-2026 را سالهای رشد صنعت اعلان داشتند. اقدام مذکور برای تأمین استوار اقتصادیات، تشکیل جایهای نو کاری، بلند برداشتن اقتدار صادراتی مملکت و رقابتناکی آن زمینه عمیق می‌گذارد. صنعت کنونی با صورت کشور هدف 4 استراتژی مملکت بوده برای تأمین نمودن استوار اقتصادیات، تشکیل جایهای نو کاری، بلند برداشتن اقتدار صادراتی مملکت و رقابتناکی آن زمینه مساعد می‌گذارد. در این راستا از جانب حکومت مملکت تدبیرهای مؤثر اندیشیده شده استراتژی رشد صنعت در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و در اساس آن برنامه‌های گوناگون ساحوی قبول شده مورد عمل قرار دارند. برنامه و استراتژی‌ها به تأسیس کارخانه‌ها و کارگاه‌های نو، افزون نمودن حجم و صفت محصولات وطنی، تأمین رقابتناکی آن روانه شده برای گزارش اقتصادیات کشور از شکل تولید کننده اشیاء خام و استحصال کننده محصولات نهایی زمینه گذاشتند. در ادامه کنفرانسیه معروضیتچیان تاکید نمودند که ذخیره امکانات‌های کشور برای رشد استحصال مال و محصولات بلندصفت صنعتی، افزایش دادن صادرات و پیدا کردن موقع سزاوار در بازار جهانی مال و خدمت‌رسانی زیادند. همچنین ذکر گردید که صنعت سبک ساحه افضلیتناک اقتصاد تاجیکستان به حساب می رود. در سالهای صاحب استقلالی کشور در سمت نساجی، قالین بافی، دوزندگی، استحصال مبل، کارکرد پوست و جوراب بافی اقتدارهای نو به فعالیت پرداخته یک قطار کارخانه‌های دیگر از نو تجدید گردیدند.